آیا تا به حال در مورد بمب‌افکن بیدو چیزی شنیدید؟ این بمب‌افکن چه ویژگی‌هایی داره و در چه مأموریت‌هایی تا به حال از اون استفاده شده؟ بمب‌افکن بیدو که معروف به روحه قابلیت حمل 80 بمب هوشمند 230 کیلویی را داره و این بمب‌افکن به کمک شرکت بوئینگ ساخته شده. بمب‌افکن بیدو وظیفه جاسوسی در ارتفاعات بسیار زیاد داره، طوری که هیچ راداری قابلیت پیدا کردن این بمب‌افکن رو نداره. این بمب‌افکن فقط برای کشور آمریکاست که حدود 21 فروند از اون ساخته شده. با سوختگیری اولیه بیش از 11,000 کیلومتر طی میکنه و اگر سوختگیری هوایی کنه میتونه به هر نقطه‌ای از کره زمین بره. طبق ادعای سازندگان مهمترین ویژگی این بمب‌افکن رادارگریز بودن اونه که توانایی انعطاف پذیری بالایی داره و همچنین ویژگی آیرودینامیکی بالایی هم داره. اگه به ویدیوهای تاریخی و نظامی علاقه‌مندید ما رو سابسکرایب کنید. این بمب‌افکن گران قیمت‌ترین بمب‌افکن در بین تمامی بمب‌افکن هاست و هزینه ساخت این بمب‌افکن حدود 2 میلیارد دلار آمریکا بوده. اما هزینه نگهداری این هواپیما هم بسیار زیاده. هزینه نگهداری هر فروند بیدو در ماه 3.4 میلیون دلاره و پس از هر ساعت پرواز باید 60 ساعت فعالیت تعمیراتی و نگهداری بر روی انجام بشه. با توجه به اینکه عملیات‌های بیدو معمولاً بیش از 30 ساعت طول میکشه، پس از هر مأموریت باید 10 روز فعالیت تعمیراتی بر روی اون انجام بشه. دودهای حاصل از احتراق موتور بیدو قبل اینکه خارج بشن کاملا سرد میشن تا رادارهای حرارتی نتونن مسیر رو پیدا کنن. در این بمب‌افکن سکان عمودی وجود نداره. این هواپیمای تک‌سوت 2 خدمه بوده. این بمب‌افکن میتونه هم سلاح‌های متعارف و هم سلاح‌های هسته‌ای گرمایی مثل بمب‌های هسته‌ای MK82 با هدایت GPS 80 پوند 230 کیلوگرم یا 16 بمب هسته‌ای 2400 پوندی یعنی 1100 کیلوگرم B83 رو پرتاب کنه. بیدو تنها هواپیمای مورد تایید در خدمته که میتونه تسلیحات بزرگ هوا به سطح را در پیکربندی رادارگریز حمل کنه. نسل دوم این بمب‌افکن دارای ویژگی رادارگریزی بهتری که میتونه در برابر تهدیدهای سیستم‌های ضد هوایی ایمن باشه. بدن این بمب‌افکن از مواد خاصی ساخته شده که امواج رادار رو جذب می‌کنه. یکی از مهمترین مأموریت‌های بیدو بمباران مرکز نظامی صربستان در سال 1999. در 8 پرواز اولیه بیدو 33% اهداف خودش رو نابود کرد. بیدو منطقه مورد نظر رو بمباران می‌کرد و سپس به آشیانه خودش در آمریکا باز می‌گشت بدون اینکه توقفی در جایی داشته باشه. مأموریت بعدی در افغانستان بود که 3 بمب‌افکن بیدو طی 3 روز مناطق مربوط به طالبان را بمباران کردند. آخرین بهره‌گیری‌های بیدو اسپریت در عراق بود که طی پروازهای 30 ساعته و حتی 50 ساعته بیدو بیش از 1.5 میلیون پوند مهمات را در عراق رها کرد. 1 فروند از این هواپیمای بمب‌افکن در یکی از مأموریت‌های خودش در تاریخ 4 اسفند سال 87 سقوط کرد. بیدو اسپریت یک بمب‌افکن رادارگریز چند منظوره ساخت شرکت گرومن با کمک شرکت بوئینگ که توانایی پرتاب جنگ افزار هسته‌ای متعارف رو داره. بیدو با سوختگیری اولیه بیش از 11,000 کیلومتر طی میکنه و اگر سوختگیری هوایی کنه میتونه به هر نقطه‌ای از زمین بره. این بمب‌افکن در ارتفاع 50,000 پایی یا 15,024 کیلومتری از سطح زمین به دور از چشم رادارهای دشمن میتونه بمب‌های زیادی را رها کنه. هزینه بسیار بالای این هواپیما موجب شده که پروژه بیدو در کنگره آمریکا
ستاد مشترک و وزارت دفاع آمریکا بسیار بحث برانگیز باشه. این هواپیما قابلیت حمل 80 بمب هوشمند 230 کیلوگرمی مهمات تهاجم مستقیم مشترک با سیستم GPS یا 16 بمب هسته‌ای 1100 کیلوگرمی کلاس B-83 را داره. این بمب افکن در سال 1997 معرفی شد و تعداد 21 فروند از اون تاکنون ساخته شده. نام مستعاری که برای هر فروند از این 21 فروند انتخاب شده به صورت ترکیب کلمه اسپریت به علاوه نام یکی از ایالت‌های آمریکا است، مثل شبح نیویورک، شبح اوهایو و شبح پنسیلوانیا. پروژه ساخت بمب افکن B2 در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر آغاز شد. پروژه ساخت بمب افکن B2 در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر آغاز شد. این بمب افکن همچنان گران قیمت ترین و پیشرفته ترین بمب افکنیه که تا به حال ساخته شده و هزینه تولید هر فروند از اون بر اساس قیمت‌های سال 1997 حدود 737 میلیون دلار بوده. هزینه فروش با توجه به قیمت قطعات یدکی، تجهیزات و پشتیبانی نرم افزاری در سال 1997 به 929 میلیون دلار می‌رسید. بمب افکن B2 اسپریت با قیمت تقریبی 2 میلیارد دلار آمریکا با احتساب هزینه‌های پروژه تولید همکنون به عنوان گران قیمت‌ترین هواپیمای جهان شناخته میشه. این قیمت برابر با قیمت یک کشتی جنگی بزرگ آمریکا است. در آوریل 2025 در پی تشدید حملات ایالات متحده علیه حوثی‌ها در یمن و افزایش هشدارهای دونالد ترامپ علیه ایران و حمایت آنها از حوثی‌ها که در آن ایران را به انجام حمله نظامی تهدید کرده، تهدیدی که همچنین در واکنش به پیشرفت‌های اخیر در برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده، ایالات متحده آمریکا تعداد قابل توجهی از بمب افکن‌های B2 اسپریت را به جزیره دیگو گارسیا منتقل کرد. اگه به ویدیوهای تاریخی و نظامی علاقه‌مندید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید.